سلام بچه ها، نسیمم و اگه شما به هر چیزی که نرم و لججه و شاخک داره میگید حلزون، باید بگم که ماجرا یه ذره فرق داره. خب ایناها در واقع بیشترشون اسلاک هستن در مقابل سنیل که ما به حلزون میگیم و به فارسی دقیق تر لیسه بهشون میگیم. و جالبه که بدونید لیسه ها اجدادشون حلزون مانند و صدفدار بودن، بعد به مرور زمان اینا هی تکامل پیدا کردن و یه جایی این وسط فکر که گفتن نه به بکپکینگ و صدف رو گذاشتن کنار و دیگه بدون صدف شدن. البته که اگه از من بپرسید تکامل باید برعکس می بود، ولی خب خیلی کسی از من نپرسید. حالا چون که ایناها صدف ندارن، سرعتشون یک مقدار از حلزون ها بیشتره. از این واقعا عبارت خنده‌داریه چون اونقدر سریع نیستن، اما خب کلا یه خورده سریع‌ترن. یه اتفاق دیگه که میفته چون لیسه ها اون صدف رو ندارن و یک سری نرمالوی متحرک هستن، خیلی آسیب پذیرن. این آسیب پذیریشون باعث میشه که علت بالای مرگ و میرشون برخلاف چیزی که شما فکر میکنید و من فکر میکنم تصادفات جاده یا خورده شدن توسط کلاغ و سایر پرنده ها و حیوانات نباشه، بلکه خوش میشن. بله، لیسا خوش میشن، میمیرن. دانا رنگدانه های رویوه کاملا مشخصه تیکه چون هست. رنگدانه چی به تمساه مولا کارد خانه ما رو بخوره. ببین تا اینا برای همینه که به دلیل همین خوش شدنه بیشتر لیسا رو ما تو جای مرطوب و خنک میبینیم و وقتی که هوا مثلا خیلی گرم خشک باشه، آفتاب باشه و اینا بیرون نمیان. اگه شبا که هوا خنکه یا بارون اومده باشه و اینا، ما بیشتر میبینیم که در سطح معابر تردد میکنن. حالا امروز که من هایک میکردم چند تا مدل از این لیساها رو دیدم، گفتم به شما هم نشون بدم. این یکی اسپانیش اسلاک یا لیسه اسپانیایی هست که نسبتاً رایج‌تره طبق مشاهدات من. البته اینو خیلی زیاد میبینیم، همیشه این گوش موشا بر خودشون دارن میلولن. این یکی یه لیسه ببری یا لئوپارد اسلاگه که خیلی خوشگله، یعنی از بقیه‌شون به نظر من خوشگل‌تره. و این یکی آخریم یه لیسه زرده که من خودم خیلی به مراتب کمتر دیدم. لیسه زرد بهش بنانا اسلاگ هم میگن. واسه من یه شک دارم که این لیسه زرد یا لیسه سبزه، چون زردش پررنگ نبود. و طبق عادت ما همشون رو یه بوب کردیم، اینطوری بوب زدیم تو کلشون، شاخکاشون رو کردن تو و اینطوری بودن که نه به تعامل اجتماعی. خلاصه که گفتم مشاهدات امروزمون رو با شما هم در میون بذارم. اگه علاقه‌مند به فعالیت‌های خارج از منزل مثل هایکینگ، طبیعت گردی، کمپینگ، موتور سواری، لطفاً کانال رو دنبال کنید. من در طی زمان ویدیوهای بیشتری میسازم. که سوالی دارید بپرسید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا دیداری دیگر، درود و 200 بدرود.